به کسی که بیشترین کامنت رو زیر این ویدیو بذاره 500,000 تومان جایزه نقدی داده میشه. بزن بریم. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. حال من که بهشته بچه ها. یعنی بعد از 1 سال پشت سر هم تولید محتوا کردن و با این یوتیوب سر و کله زدن بالاخره داره زحمت هم نتیجه میده و شما دارید منو میبینید. خیلی از شما با همین 3-4 تا پست آخری که من گذاشتم توی این چنل و آموزش ادمینی دادم اومدید توی پیج اینستاگرام من و بهم میگید که ما از یوتیوب اومدیم میخوایم دورت رو ثبت نام بکنیم، دوست داریم ادمین شیم، دوست داریم باهات کار کنیم و یعنی نمیدونید اون لحظه من چه حس و حالی دارم و یس شد. خب پس قراره که این ویدیوها رو به خاطر گل روی خودتون ادامه بدیم و امیدوارم که شما هم همیشه از من حمایت کنید. این پست رو لایک کنید که بریم سر اصل مطلب. بهتون توضیح بدم. من دیروز یه پستی براتون گذاشتم که آپلود نشد. نمیدونم چرا، چه حکمتی توش بود و توش راجع به بحث آنلاین شاپ و شراکت بین من و شما صحبت کردم که محصول از من باشه، فروشش و آموزشش هم از من باشه که چجوری بفروشید، تبلیغات کنید توی اینستاگرام، چجوری پیج بالا بیارید و اینا. و شما فقط تنها کاری که قرار بود بکنید این بود که پیج بزنید و اون محصولات رو که عکس و ویدیوش هم من میگیرم و من ارسال میکنم برای مشتری رو شما باید بفروشید. یعنی یه حالت دراپ شیپینگ طور. ولی آپلود نشد. احتمالا خدا نمیخواست که من همچین آموزشی رو بذارم اینجا. شاید الان صلاح نبود یا هر چیز دیگه ای. برای من که خیلی جالب بود که چرا آپلود نشد. در نتیجه میپردازیم به ادامه بحث ادمینی و سوالات شما. قراره امروز جواب این سوالو بدیم که شاید هم این سال یه جایی میذارمش دیگه، هر جا که جا شد. ادمین مدیریت کارش چیه و استوری اینا رو چجوری میذاره؟ بچه بحث استوری یه چیز خیلی گسترده و خیلی مهمیه. علتش هم اینه که استوری جاییه که فروش توش اتفاق میفته. مخاطب شما رو میشناسه، بهتون اعتماد میکنه. پس این استوری رو میذاریم کنار و قطعا توی یه ویدیو به صورت تخصصی، حتی شاید توی چند تا ویدیو کامل بهتون توضیح دادم که چجوری توی استوری بلاگری بکنیم، چجوری استوری بذاریم که بفروشیم، توی استوریامون چی بگیم، چند تا استوری بذاریم، چه ساعت شروع کنیم و خیلی مطلب دیگه. پس الان به قسمت اول سوال، یعنی ادمین مدیریت چیکار میکنه، میپردازیم. ادمین مدیریت همون جوری که از اسمش هم پیداست، مدیریت کردن یک پیج اینستاگرام، یک پیج توی اینستاگرامه. مثلا بچه ها فرض کنید من یه مغازه دارم که هیچی از اینستاگرام بلد نیستم، اصلا وقتش رو ندارم که بخوام توی اینستاگرام فعالیت بکنم. میام پیجم رو میسپارم به یه نفر دیگه، به یه شخص ثالث، شخص ثانی، حتی شخص دوم. خلاصه اون میاد کارهای پیج رو انجام میده. این شخص حتما باید تخصص داشته باشه. اگر نداشته باشه به چه درد من میخوره؟ یه فرد معمولی که نمیتونه این کار رو انجام بده. باید بلد باشه که چجوری پیج رو ارتقا بده، چجوری بفروشه، چجوری ادیت کنه، چجوری الگوریتم مثلا چیه، تعامل چیه، چجوری پست بذاره، کپشن بنویسه و یک عالمه چیز دیگه. پس ادمین مدیریت کارش مدیریت پیجه. حالا این مدیریت کردنه یعنی چی؟ ببینید بچه ها، من به عنوان کسی که ادمین مدیریتم و الان چند تا پیج دستمه، صبح که از خواب بیدار میشم یا یه ادمین استوری دارم که استوری ها رو اون میذاره، یا اگر ادمین استوری نداشته باشم خودم شروع میکنم اول صبح، مثلا ساعت 11 دیگه، اول صبح ادمینم ساعت 11 شروع میکنم به استوری گذاشتن. تعداد استوری هم توی قراردادی که با کارفرما بسته شده، مثلا بستگی داره 5 تا استوری، 8 تا استوری، 10 تا استوری. استوریا مثلا یکیش ساعت 11، 12، 2 اینجوری متناوبه، یعنی چی میگن وسطش فاصله زمانی هست نیست. خلاصه این بحثش جداست. اینجوریه یا نه؟ پس من شروع میکنم اول استوریایی که یا شب قبل ادیت کردم یا همون موقع ادیت کردم رو توی پیج کارفرما بارگذاری میکنم. این از اولی. بعد از اینکه استوری ها رو گذاشتم
حالا من روتینم اینجوریه، میرم یه صبحونه‌ای میخورم، حتما یه آهنگی باز میکنم، یه چند دقیقه میرقصم که حالم خوب شه، از زندگیم لذتم را هم ببرم. بعد میام اگر ادمین تعامل نداشته باشم تعامل انجام میدم با پیج های با پیج های چی میگن رقیب و دوست و آشنا و اینا، تعامل انجام میدم. دوست داشتم منظورم اینه که کسی که حوزه کاریش با منی که اون پیج رو دارم یکی باشه. چقدر توضیح اینا توی جزئیات و زمان کم سخته، اینا رو قشنگ باید هر کدومش رو باز بکنم و کامل بهتون توضیح بدم. بچه‌ها اگر واقعا میخواید ادمین بشید تو رو خدا به این ویدیو بسنده نکنید، حتما یه آموزش کلی ببینید، چون هر تیکه‌ای که دارم بهتون میگم قشنگ 1 ساعت توضیح داره. بعد از اینکه پست رو گذاشتم، البته این رو هم بهتون بگم بچه‌ها، ساعت پست گذاری بسته به هر پیج متفاوته. مثلا یه پیجی ساعت 10:30 تا 11 صبح جواب میگیره و خوب لایک و ویو میگیره، یه پیجی ساعت 1:30 ظهر جواب میگیره، یه پیجی ساعت 9 شب. اینا تایمای طلایی پست گذاری، باید خودتون امتحان کنید برای هر پیجی ببینید که چجوری جواب میگیرید. بستگی به ساعت پست گذاری، حالا من گفتم مثلا ساعت 1:30 پست میذارم، پستم گذاشتم، بعد دوباره میرم استراحت میکنم، کارامو انجام میدم، مهمونی بخوام بیرم، خرید، بیرون، هر چیزی دیگه. خوبی شغل ادمینی دقیقاً اینه که تو زندگیت هم زندگی تو کنار کارت داری. اینجوری نیست که مثل کارمندا 7 صبح پاشی تا مثلا 2-3 ظهر فقط یه اتاق باشه. نه، شغلت کاملا فلکسیبل و انعطاف پذیره و خیلی میچسبه اتفاقا بهتون. حتی تو مسافرت هم یعنی شما میتونید کار بکنید. الان ما دیگه همه کارامون رو انجام دادیم، ما بقیه استوری هامون رو میایم حالا دم عصر یا چی میگن عصر دیگه شب که استوری نمیذاریم، تا ساعت مثلا 8 اینا آخرین استوری هامون رو میذاریم اگر نذاشته باشیم و تعاملمون رو هم انجام میدیم طی 3 تا ست 20 دقیقه‌ای یه ربی و تمام. ببینید یه نیم ساعت اصلا شما بگید صبح تایم گذاشتید، یه ربع، اصلا نیم ساعت دیگه خونه پرشو دارم میگم، واسه پست تایم گذاشتید، یه نیم ساعت هم سرجم برای تعامل تایم گذاشتید، کلا 1.5 ساعت شد. اصلا من میگم 2 ساعت خونه پر، شما 2 ساعت تایم میذارید برای این کار، ولی درآمدتون واقعا قابل توجهه. این شغل واقعا خیلی فوق العاده است، کاش قدرش رو بدونید. همون جوری که بهتون گفتم این شغل خیلی ساده است، خیلی آسونه، خیلی قشنگه، دستتون خیلی بازه. گفتم توی مسافرت، توی مهمونی میتونید کار بکنید، اما باید علمش رو بلد باشید. فقط یعنی صرف اینکه شما پست استوری بذارید کافی نیست. هر کدوم از این کارهایی که بهتون گفتم قلق خاص خودش رو داره، مهارت خاص خودش رو میخواد. یه سری کارها باید انجام بدید قبل استوری گذاشتن، قبل پست گذاشتن، اصلا چه مدلی استوری بذارم، پست بذارم، موقع پست گذاشتن چه کارهایی انجام بدم. اینا همشون جزئیات داره که خیلی مهمه، این دیتیل، و حتما باید اینها رو بلد باشید. پس اگر دوست دارید که ادمین بشید و ادمین رو به عنوان شغل اصلی خودتون داشته باشید، آیدی پیجم رو میذارم اینجا. دوستایی که دوست دارن ادمین بشن، از این طریق به درآمد برسن، فقط کافیه به من دایرکت بدن، بگن که از یوتیوب و این جایزم برای کسایی که تا اینجای ویدیو اومدن و با من همراه بودن. بچه هایی که از سمت یوتیوب میان 10% تخفیف از سمت من. قیمتمون حتی اگه توی تخفیف هم باشه دوره هامون، باز هم بچه هایی که به من میگن که از سمت یوتیوب و با دیدن این ویدیوها اومدیم، 10% کمتر از اون مبلغ از شما گرفته میشه. اینم هدیه من به شما. امیدوارم که دوست داشته باشید ویدیوها رو، جایزه ها رو، اشانتیونایی که دارم بهتون میدم، چون من واقعا یه جور دیگه بچهای یوتیوبی که میان توی پیجم اصلا اینجا کامنت میذارن یه مدل دیگه ای دوستشون دارم، چون واقعا یوتیوب خیلی داره، خیلی زحمت میخواد نسبت به اینستاگرام هم سختی‌های خودش داره، ولی یوتیوب یه مدل دیگه است. اصلا اینجا انگار خیلی خودمونی تره، خیلی خودم تره. هر کدومتون لطفاً خواهشاً پلیزن 5 تا کامنت واقعا چیزی از شما کم نمیکنه، ولی خیلی چیزا به من اضافه میکنه. لطفاً اصلا 5 تا 10 تا هر چند تا که دوست داشتید کامنت بذارید، بذارید من روحیه بگیرم، انرژی بگیرم، بذارید این ویدیو رو افراد زیادی ببینن.
حیف دیده نشه این مدل ویدیوها و به جاش ویدیوهای چرت و پرتی که وقت ملت رو هدر میدن دیده بشه. خیلی دوستتون دارم. باز هم آیدی پیجم رو هم اینجا می نویسم، هم توی دیسکریپشن براتون میذارم لینک پیجم رو که با هم دیگه بیشتر در ارتباط باشیم. دوستتون دارم، موضوع خودتون باشید. هر جایی با سوال داشتید ازم بپرسید براتون ویدیو بسازم. دوستتون دارم. بای.